دیروز در لوموند یک مطلب تحت این عنوان بود که آقای ترامپ به جامعه بشری یک امری را حالی کرد که هنوز اونجور که باید حالیش نبود. اون چی بود اون امر؟ اون این بود که این جهان بر پایه روابط قوا قرار دارد. رابطه ها رابطه قواست. حق و حقوق و اینا با دعواست. این آقای ترامپ این رو به بشر حالی کرد. این رابطه قوا باید باشه. یک. دو، در این رابطه قوا پول، زور، فساد، فن، علم، مواد دیگر ممکنه با عناصر دیگر ممکنه باشه، ولی اینا قطعا باید باشه. اونی که در رابطه قوا این ترکیب اینا رو که الان گفتم بیشتر دارد، میگن او قدرتمنده نسبت به کسی که کمتر دارد یا ندارد. اونو میگن، اون اولی رو میگن بر دومی مسلطه. وقتی این رابطه، یعنی رابطه ها شد رابطه قوا و اون ترکیب متمرکز شد در دست یک اقلیتی، از جمله دولت را هم در اختیار گرفت، اکثریت بزرگ خودشو در موقعیت زیر سلطه میبینه، برای اینکه فکر میکنه فاقد اون ترکیبه. اینجا دو نقص در کار اکثریت بزرگ است، دو غفلت عظیم که سبب می شود یک اقلیت کوچکی بر اونها سوار می شوند و این بلایی سر اونها می آورند که تبدیل می شوند به انسانهای بی تفاوت، یعنی در واقع آلت فعل، که آلت فعلی که حساس هم نیست، نمیگه چرا من آلت فعل کردی. حالا اون فعل پذیره ممکنه حساس هم باشه، یعنی هست، میگه که ظلمه، ولی خب میگه اون قوی من ضعیفم، ضعیف باید از قوی اطاعت کن. خیال نکنی افراد عادی اینجورن ها. دانشمندان تراز اول هم میگویند که اونی که قدرت دارد مسلط، اونی که زیر قدرت نداره زیر سلطه است، دومی باید از اولی اطاعت کنه. خب اون دوتا غفلت کدومه؟ یکیش این است که این اکثریت بزرگ از خودش نمیپرسه آقا این ترکیب اون بالا از کجا آورد؟ بابا این از شما گرفت، از شما گرفت، بر ضد شما به کار برد، به این روز نکبتتون نشان. آقای بی تفاوت، شما 2 بار باید این ستم جبار رو تحمل کنی. یه بار به این عنوان که مثل اون فعل پذیرون در موقعیت زیر سلطه هستی، او زور میگه و شما هم این زور رو تحمل میکنی. بار دوم اینکه بابا خودت تو میری استقبال میکنی، خود خویشتن را در اختیار او قرار میدی. حالا میگن نه بابا، ما میگیم که کاری به کار دولت نداریم، کی ما میریم وسیله کار او میشیم. اون کاری به کار شما دارد، چون شما کاری به کار او نداری و او کاری به کار شما دارد، پس 2 بار میخوری. مقاومت که نمی کنی که، و نمیدانی که قدرت بدون مقاومت نه تنها از بین نمی رود، بلکه بزرگتر، متمرکزتر، ویرانگرتر می شود، فساد گسترتر می شود. دومیش کدوم بود؟ دومیش این است که این اکثریت بزرگ متوجه نیست، غافل است از حقوق خویش. فرهنگ رو از جمله علم به حقوق می دانند. الان در این جامعه های غربی نهادهایی هستند که کارشون ترویج فرهنگ به معنای این مجموعه حقوق. شما هموطنان من چرا در ایران این راه نمی اندازید این رو؟ این انسان غافل از حقوق خیش خلأ رو زور پر میکنه دیگه. زور و فساد پر میکنه. زور کی و فساد کی پر میکنه؟ اون اقلیتی که نیرو رو از این اکثریت گرفته، تبدیل کرده به اون ترکیب، بر ضد این اکثریت به کار میبرد. خب حالا راهکار این است که نباید ما انسان ها اینجوری هستیم. 1 بار میگیم، 2 بار میگیم، 10 بار میگیم بابا این مردم تکون نمیخوره، ما چی وقتی گوش نمیدن. آقا به من بارها گفتن آقا شما 40 ساله، حالا دوره شاه هم بگیرید روش بذارید میشه 70 سال.
شب و روز شما داری میگی و مینویسی و خب وقتی اثر نداره خب مردم معلوم میشه این مردم لایق نیستن به این چیزا دیگه. نه، چون این انسان ها این دو غفلت رو مدام باید یادآور شد، زیرا اون زمان که این اکثریت بزرگ از این دو خطا رها بشوند، از این دو بیماری ویرانگر مرگبار هم رها میشوند. پس باید گفت همه کسانی که گفتگوی امشب رو شنیدید مسئولیت خود رو بشناسید. این که مردم گوش نمیدن و عمل نمیکنن شما را از مسئولیت نباید باز بدارد. شما باید بگویید، باید بنویسید تا وقتی که وجدان به این دو حق، به این دو امر بزرگ پیدا بشود و می شود. چنانکه بارها این شد و این ملت توانست از زندگی و از کام مرگ بیرون بکشد. هنوز هم این توانایی را دارد اگر وجدان پیدا کند به توانایی خود، به حقوق خود و به این واقعیت که اون اقلیت هرچه دارد، اون ترکیبی که دارد از این اکثریت میستاند. خود نده اون اساس اون جباریت فرو میریزد و تو از بی‌تفاوتی، از فعل پذیری رها میشوی. شاد و پیروز باشید.